چی با نماز بشین بشین چون که ندارم بشین جا بشین خانه طرف دست بودم تو چی؟ من یکی ریشت موندگی ها برطورت روشدگی ها ماشاءالله میبینی ایرون نور میباره چی با نماز نمیخونی؟ نه سوال یعنی جواب یعنی سوال میتن باید جواب بتیم خیلی چی با نماز نمیخونی؟ سببش در چیست؟ سبب چی سبب داره که نماز میخونی؟ سببش چیه؟ شو بشین چی چند ساله ای؟ 19 زن داری؟ باید یه وقت زن داشته باشی زن بگیری بچه یوشی تو بگه فرزندار میشه پدر مادر زنگ میزن میپرسن که بچه هم نماز میخونی یا نه؟ میپرسن بچه جواب میتی؟ بچه های کلانیم در دو چه با من کودک دار بودم کودک داشتم ای بای باید نماز انسان اولش باید یک همون چیزی که انسان باید ترکش نکنه این نمازه اوقات نخوا سپورزال نره کار نکن یکی نماز بخون سبب در چه که نماز میخونی؟ سبب در چه؟ برای چه که نخواه مال اینش جواب نمیتونه نماز ریشه برای چه موندگی؟ ریشه برای چه؟ الله شرم کنین آیا میدونی فردا زنده میمونین یا نه؟ ما مثلا اتفاق جواب ته؟ آیا میدونی فردا زنده میمونین یا نه؟ بعد نمیدونی چی به تیوری نمیبینی؟ تاجیکستان میره پل قطعی میبری ها؟ کار میکنی حرکت میکنی ها؟ که در بین دوست دشمن نگن که ته شرمنده نوی پل دست باشه که برای هم خیلی ها؟ وقتی قبرستان میره نامه اعمال نداری ای شرمندگی و قبرستان میترسی برای چی ریشه تو موندگی؟ ریشه برای چی موندگی؟ برای چی نماز نمیخونی؟ راست شب بگو چند قش نخونده راست شب فقط راست شب بگو مردک ریشه موندگی اختران مردک اگی یا سوشید بعد که مسکو آمدین همه را موندین در تاجیکستان باید آمدین نه؟ ایجا موندین؟ ای بردم ایزا بکشین تو بگه فرزندار میشه خدا نیابا میشه که جانو خیلی همه ریشه برای چی موندگین همه را من نبگین؟ سبب به ریش موندن چیه؟ من برای چی ریش موندگین؟ این سنت ریش شما سنت نیست والله این ریش موندگی شما سنت نیست انسان در حالتی که سنت میگرده وقتی که عمل فرضیت ها رو میکنه این ریش شما موندگی سنتی ریش نیست برای چی نماز نمیخونین؟ چی عیب دارین؟ گیمراین؟ بچه هایش السلام علیکم السلام خوبه کشان بگذاره داره چی درد دارین که نماز نمیخونین؟ هم درد چه بگین؟ بعض علما بین بی نماز و کافر هرچه میگه حکم شگه و چی خاطر نماز نمیخونین؟ و چی خاطر ادا نمیکنین؟ بعد اکثریت هم مردم شما را سحر و جادو تون میکنن و جین تون میزنن از سبب بینمازی تونه فهمیدین؟ آدم بینماز ما نمیخونه یکمش دیمش وقتی آدم بینماز شید خدا میگه که نسوا الله فنسیهم اگر که شما خدا را فراموش کردین الله شما را فراموش میکنه فهمیدی؟ شما را از خدا فراموش کردید برای که شما نماز نمیخونین نماز که نخونین اولا ذکر نمیکنین ذکر نکنین اولا قرآن هم نمیخونین خیلی؟ قرآن خدا میتونین؟ قرآن خدا نمیتونین شما بچه باید شما پریمیر باشین آدم راستی اومد باید کم تغییرات بیاوه باید روی خوبتر بگرده شما راستی میون سیگارت کشی و عرق نوشی و دیگه عمل ها رو یاد میگیرین
باید شما اومدین باید تاجیکستان میرین شما پریمیر باشین برای یک کازا که روسیه میان آدم باید با عقلتر باشه با فهمتر باشه با علمتر باشه برای که شما ای وطن خوری چیدین فهمیدین؟ ولی برای چی میگم برای که اکثریت بچه‌ها رو جین میزنه و سببی که از جین تو نماز کار کردین 100% جین تو میزنه نه نماز خوندن میتونین اگر نماز بخونین استمرار همون رفتن میگیرین با یک گروه خیلی رفتن میگیرین بار نماز خوندین خداوند رزق روزیتون زیاد میکنه خداوند میگه که و ما یتقی الله یجعل له مخرج هر شخصی که تقوا میکنه پرهیزکاری میکنه خدا ترسی میکنه الله برای تمام مشکلات میبره فهمیدی وقتی طاعت عبادت الله را کردی خداوند را همه مشکلات بیرون میکنه رزق روزی تم زیاد میکنه نماز که نخوندی جینت میزنه نه کار کرده میتونی نه عبادت کرده میتونی و پلی کردگی تا رأس خود میکنی با کسلی میگن تاجیکستان روی میکنن با درد سر کی میشه پدر مادرتون یعنی فکر اختان نمیکنن نوشگیری اختان فکر پدر مادرتون نکنین که فردا برای شما پدر مادرتون در قبرستان عذاب نکشن فهمیدین نوبت اختان نه که پدر مادرتون فکرشون نکنین که بگه جینتون میزن جین زده میگن تاجیکستان روی میکنن مادر زیغ میشه پدر زیغ میشه فکر اونها را کنین نوریزوگی پدر مادر نوریزوگی الله های فهمیدی الله سبحانه و تعالی میگه عبادت کنین من و شریک نیاره و نیکور باشین اسمت پدر مادر نمازاتون رو بخونین فهمیدین نماز انسان همه چی باز میداره نماز رزق روزی انسان چی میکنه الله طلب کنین گفت یا بگی جیم پین تو نزنه و سبب بینمازی تو بگین چی درد دارین که نماز میخونین الحمدلله گزبلگی دمت گزبله وقتی که تو مرد مثال هازی مثال به مثال عادی به نمازتون صدا میکنن قارتون میکنن هم خلای نمیفرات هم خلای رنگ رو تو سرخ میشه هم خلای ازا میکشین انا فکر که روز قیامت در بین میلیارد آدم به نماز نداتون میکنن ای به نماز یا که مثال بگیریم که دزدی میکنی دزدت فرود میکنن در بین بچه‌ها مثال در اون معرکه اشتگی یگان گاب میزن میگه دز زنک تبگی رنگ رود میپرکه میگه زمین بکفا بدرم برام میخلای هم فکر که هم بچه‌ها بسیار بودن در پاندمی مردن چند کس دیدی دم کرونا چند کس مردم خیلی بود بچه‌ها یوش بده همسین سالشون چند تا چیز داشتم خیلی بود هم فکر نمی که همون یکی از اونایی که تو میبدی الله سبحانه و تعالی روز درست‌تر کرد امر درست‌تر کرد یعنی عقل بگیر یعنی همین موت برای ما و شما را یک موعظه بزرگه یک موعظه کلانه که ما و شما همون را باید ما چی بگیم نصیحت برای خودمون بگیریم که شاید که ما و شما را بریم به یگان اعمال تاجیکستان فکر که تاجیکستان روی کنم برای یگان کارکناتونی مثال عادی تاجیکستان میره پول نداشتم که عیزو میکشه که چی با ما اومدم نمیرم تاجیکستان پول ندارم هم خیلی وقتی که مردی نمیگو که من نمیرم شب ده کشون میبرند و قبرستان برای گورد نمیتپاند میگردن میآین یعنی انسان یگانه چیزی که با همراه اون میمونه این عمل صالحه این پول ملک مالت این گفتی که با زن فرزند گولکات و پدر مادر همه اینا باقی میمونن در قبرستان خود تنها میمونی و خود جوامتی به عملهای کردگی و روز قیامت الله سبحانه و تعالی میگه اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیه حسیبا بخون اون کتابی که در دنیا چی کتابت کرده چی عملهایی کرده بودی نوشتهش دیگه همون را میگه بخون و جواب بگو نزد مردم هازی مثال ده یک سوال من جواب دادم تونستی که برای چی نماز نمیخونی همین را پروست حرفت ده چی برای نمیخونی تو چی برای نمیخونی ریشم برای چی موندگن ریشم پرام نیست ریشتون لبا کذبه میگم ماشاءالله بچه‌م با تقوا ریش سنتی مونده که ریشم خیلی برمایسه مونده است حرکت میکنیم یک سیدیل میخرین که نه ریشتون شوتر برویا یارو چی نخردم نه تنه بسیار مردم که این کارو میکنن بچی خاطر نماز رو نمیخونین سبب بی نمازیتون چیه ما دفعه دیگه کدامی که اومد میپرسیمش که نماز که نخونه سیونکش میده اینترنت پرتامشون کدامی که شید فهمیدین الله شرم کنه خداوند میفرماید که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون من نآفریدم جن ها و انسان ها را مگر با خاطر اینکه من عبادت بکنن الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنن فهمیدین الله ما را خلق کرد برای چی برای که عبادت بکنیم ما در دنیا مثل که پیغمبر خدا که اش فی دنیا کانک غریب او عابر السبیل در دنیا زندگی کنین چونان مثل یک مسافر یا که مثل یک راهگذر یعنی تو تاجیکستان میری قطعی چی میبری چیزا در کورت میبری پلتا
که با پول باشه همه کار کرده میشه. اگر که ایمان ما داشته باشیم و عمل صالح داشته باشیم همه چیز ما ایمان ما گفتی که پول بچی مونای و عمل های کردگی ما چیزی که با همراه تاجیکستان بریم. عمل های ما و شما نماز، روزه و طاعت عبادت الله های. و هم خاطر یعنی انسان اگر که الله را فراموش کرد، وقتی که الله او را فراموش کرد همه بلا در گرفتار میشه. سبب اونه که ما را کی درد میکنن دستوری که ها یکمین سببش همه که بینمازیه. فهمیدی؟ دیم سببش که الله دور میشیم. سیمش که ذکر و عبادت الله. چهارمش تلاوت قرآن نمیکنیم. پنجمش که پدر مادر را احترام نمیکنیم. فهمیدی؟ بسیار از سببش که بچه خودمون را کی درد میکنن. ای مثلا باید ما وینود نکنیم او ارمنیا را، او آذربایجان را، او تاجیکا را دیگه و دیگه شه. یعنی ما باید وینود خودمون نکنیم که ما خودمون نماز نمیخونیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که من صلی صلات الصبح و فی ذمه الله. هر شخصی که نماز بامداد را خوان او در ذمه خداوندیه. خداوند او را به عهده میگیره که یگان چیز ضرر نمیرسونه. وقتی که نماز بامداد را که نخوندی همه بلا در گرفتار کشی ای خودت ببین که نماز بامداد رو ترک کنی. انا فکر کنید که شما قریب تاجیکستان مگیتون یگان بار نماز نخوندین. خدا نکنه که مثال یکی برای اواره کنی بزنی بمبری. بسیار بچه‌ها هستن که بچه‌هایش اواره من میزنن میبرن. یا که ضروری‌ها میام که پاساژیرن. یا اینکه در راه میگذره تramvay میزنش. الکتریک هم بسیاری هستن. مشاهده این حال هستیم. میبینیم این کارو. خیلی پیش اونه که مرگ بالای ما و شما غلبه نکنه باید تئوری ما رو ببینیم. نماز رو بخونیم. چخیل بگم بچه بی نماز باشه چخیل میشه میره. چخیل میبینه میره. ایزا میکشن از کی مثلا سیونکات میکنن. فردا میخیزن بخیزه. یا عباد الله آبان دو خدا بخیزین. جواب بتین. بعد وقت چخیل میکنین. ما همچون برادر دوستون میدارم با خاطر الله میگم تو. اگر با ما باشه گفت که ما شما حتی نماتون نمیدونم چی نم دارین. ما با خاطر الله اسوزش دل که برای که ما بسیاری جا میرم برادرام میبینه از سببی که بینمازشون جینشون زدگی اوجه اوتا و چشون زور گریه دارن که ما چیکار کنیم. بعضیش بیچاره 10 سال شد که با همراه هم فرزندش که جین زدگی با همراه هم عذاب کشیده. از سبب چه حساب بینمازی شه. انسان که نماز خوان گیر دوانای او جین قریب شده نمیتونه. گیر دوانای وای پری ملائکه های. عبادت الله اگر گیر دوانای پری ملائکه های. یگان جین نزدیک شده نمیتونه. چخیلی که عالم انسان چقدر انسان ها بسیارن، آدمو بسیارن، همین قدر عالم جن ها انسان ها ده بسیارن. اما ای جن ها ده با ملائکه ها بسیارن. اگر که ما الله سبحانه و تعالی طلب کردیم گیر دوانای ما شما پری ملائکه میشه. تلاوت قرآن کردیم گیر دوانای ما پری ملائکه میشه. الله همه ما شما رو حفاظت میکنه. نیکی وقتی بینماز شدی گیر دوانای تو پری شیطان میشه. جین میشه. درون تو جین میدره، شیطان میدره. به هر راه و وسواست میکنه. بعد میبرن گفتی اپا روز از روزه اگون جو تیرت میکنه که عرق میگه عرق بخور عرق منوشی و میره دگون ماشین میزند بعد حرام میمری و مخاطر یعنی که جایی که نباشین اتق الله حیث ما کن که جایی که نباشین الله بترسین عبادت الله در درجه اولا بمونین در یکم جو بمونین. فهمیدین؟ فهمیدین؟ کسر من نمازه چی با پگه؟ چی باید رو حوض نکنه برای تارت کنه بخونه نماز داره؟ حوضی رفتین حوض بگیرین لباسو تا نمازی کنین نمازو تا بخونین. شاید فردا و فردا رو نزنین. میخلای؟ شاید پاپوگا نزنین. میخلای؟ کی میدونه؟ اون گارانتی هسته؟ خدا میگه و ما تدری نفس ما ده تکسیبا. و شما میگه نمیدونین فردا چی کار میشه. و ما تدری نفس به یاردین تمام. و نمیدونین شما در کدام زمین میمرین. بسیار برادرم نکی میگفتن تاجیکستان برای امسوس کنین. نکی ده همه جنبردن ای سبب کرونا ویروس تاجیکستان روان کرده شد که نشدیم خیلی بود. بسیار برادرم جگور کردن. ویدیو را دیدین؟ شنیدین؟ خیلی؟ انا فکر که خدا نکنه همروز تو باشی که در اونجا برات رگور کنه و یگان عمل با همراه نباشه. فهمیدین؟ کی نماز سر میکنی؟ انیق قسم الله میخونی چی؟ قسم خودکو با خدا تو چی؟ والله بو که سر میکنم انیقه دو گفتم اون کامرا مونده گیه زب سنگی نه کامرا چی داریم گفتم چی سیون کم میکنه طول یک مهم است. فهمیدین؟ اگر کی بول میام تو
اگه نه بگید اینترنت پرتو قسم زده میشین حونیس بشین یا منفاز بومه بیومه تمام ان شاء الله خدا نگهدار سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك خیلی قبل سخت متابعشون بخشنای پرسم برو کیش ممکن هگاری انا تو وقت